السلام علیکم بینندگان برنامه حسن بیان از شبکه تلویزیونی بهارستان. موضوع صحبت امروزه ما غلط کار فرمودن واحدهای لغوی و فرزیولوژی. غلط کار فرمودن کلمه. غلط دو نوع می شود. کلمه غلط است یا غلط ساخته شده است. دویم غلط به موقع آمده است. اما غلط به موقع آمدن کلمه در گفتار ما، در نوشته های ما بسیار مشاهده می شود. استاد عینی باره هنگام تحریر نمودن اثر بدیعی نویسندگان جوان تاکید کردند. گفتند که سن من کیها از 40 گذشته است، لیکن یک کلمه را کار فرمودنی شوم اول لغت را ورق میزنم که این کلمه در عین زمان چند معنی دارد و با کدام معنی در کدام مورد کار فرموده می شود. مقال مردمی هر سخن جای و هر نکته مقام دارد. به انمی گونه غلط دلالت می کند. یعنی کلمه از جهت ساخت غلط نیست. کلمه در لغت های دو زبانه، در فرهنگ های تفسیری وجود دارد. بنابراین جای دودلگی نیست که این کلمه به چارچوبه زبان ادبی امروزه ما موافق است، اما موقع کار فرمودن آن چگونه است؟ بنابراین در کتاب اکادمیک محمد جان شکوری هر سخن جای و هر نکته مقام دارد چند ایراد گرفته بودند. یکی از آن ایرادها فعل نقل کردن. همگان گمان میکنند که فعل نقل کردن به مثل گفتن، بیان کردن، اظهار کردن، حکایت کردن، قصه کردن همین معنی را افاده میکنند. بله، معنای عمومیش همین است، اما موقع کاربردش تماما دیگر است. نقل کردن گفته های کسی را به کسی دیگر گذرانیدن است. من در صحبت های گذشته هم مثال آورده بودم. مثلا استاد عینی در یادداشت هایشان همین فعل نقل کردن را در موقع کار فرموده ام. من این افسانه را در کودکی هم از مادر کلانم شنیده بودم و حالا به خوانندگان عزیز نقل میکنم. استاد عینی در مابین ایستاده اند، افسانه را از مادر کلان شنیده اند و به خوانندگان امروزه میگذرانند. علمی تابیش معنای گذراندن در نقل هست. یا در صحبت های گذشته هم گفتیم که خریدن، خریداری کردن، خرید کردن غلط نیست. در زبان ما چنین فعل ها وجود دارند و در همه لغت ها ثبت شده اند، هیچ جای شبهه نیست. لیکن موردی کار فرمودن، موقع کار فرمودن آنها غلط است. به مثل همین در کار فرمودن فعل های رها کردن و رهانیدن در زبان مطبوعات امروزه ما، حتی در اثرهای بدیعی هم یگان به موقع کار فرمودن آن مشاهده کرده می شود. نمونه، من آن تاجیک بچه را نمی شناسم، ولی یک عمر از او منت دارم که همان روز مرا از هلاکت ناگوار رها کرد. از هلاکت ناگوار رها کرد. در اینجا رها کرد به موقع آمده است. نمونه دیگر، عزیزه خانه آمد، در کتک را وا کرد،
چوجه و مرغکان را از بندشان رها کرد. این هم در روزنامه آمده است. نمونه دیگر، خوشبختانه استاد لاهوتی به توسط صحبت مقاله ها در رادیو روزنامه ها خود را از این مهلکه زود رها کرد. در اینجا هم رها کرد نادرست آمده است. این متن از ادبیات و صنعت آورده شد. مثال دیگر، اکنون امید آخرینم به شما خاله جان های عزیز، همسرم را از همین بیماری رها کنید، از سرتان طلا و تنگه می ریزم. از متن ادبیات، کتاب درسی ادبیات. متن دیگر، من به خواهش از چنگ او رها شدم، ولی پیمان بستم که فردا نیز به جنگش روم. این هم یکی از ادبیات بدیهی آورده شده است. استاد عینی هنگامی که متن اثرهای ترجمه‌ای را تحریر می‌کردند، به یک جمله ایلیا ایرنبورگ که در اثرش برای صلح آورده است ایراد گرفتند. وطن را رها کرد و جهان را هم رها نمود. در صفحه 120 قید صدرالدین عینی. در اینجا ترجمه رها کرد و رها نمود را به معنای آزاد کرد کار فرموده است و حالا که معنی این کلمه ها سر داد گفتن است. سخنان هرچند از یک ریشه باشند هم بسا می شود که در شکل کارفرمایی معنی دیگر پیدا می کنند. در اینجا هم همین طرز است. رهانید به معنای آزاد کرد می آید، اما رها کرد و رها نمود به معنای سر داد می آید. اگر کسی چیز را محکم داشته یا بسته نگه داشته ایستاده باشد و بعد از آن چیز را به حال خود گذارد، رها کرد و رها نمود میگویند. اما چیزی که در بند یا تهلکه باشد و کسی آن چیز را از آن بند یا تهلکه خلاص کند، رهانید میگویند. انا همین اندیشه استاد عینی در تمام اثرهای بدیعشان رعایت می شود. یعنی به موقع کار فرمودن این فعل ها در استاد عینی مشاهده نمی شود. یک نمونه از ادبیات کلاسیکی از گلستان سعدی. چرا خدمت سلطان نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی؟ در ادبیات کلاسیکی استادان کلام بدیعی در کار فرمودن این کلمه ها به غلطی بی موقع استفاده کردن راه ندادند. در استاد عینی هم از گذشتگان عبرت گرفتند، آموختند و این فعل ها را در موقعش کار می‌فرمایند. یک نمونه، اما در بالای، اینجا استاد در بالای به جای پیشند درباره کار فرمودن، اما در بالای کار جواری می ایستم که حاصل وی آن سال مرا از مهلکت رهانید. از مهلکت، از هلاکت رهانید. صدرالدین عینی. در این روزنامه چرخ گردون هم به موقع کار فرموده شده است. طبیبان بیمارستان گفتند که پسر عمک و دختر عمه از مرگ رهیدند. به جای رهیدن رهایی یافتند. میگفتند باز بهتر میشد، لیکن رهیدن هم به موقع کار فرموده شده است. خلاصه هنگام کار فرمودن کلمه ها باید ما
به معناهای کلمه، به تابش های معنایی آن کلمه ها رعایت کنیم. اگر به معناهای کلمه یا تابش های معنایی کلمه ها رعایت نکنیم، غلط به میان می آید که نام آن را به موقع کار فرمودن واحد های لغوی می نامند. با همین امید نیک به شاگردان عزیز توصیه میکنیم که در وقت کار فرمودن کلمه چی در گفتار و چی در نوشتار باید معناهای آن را، پهلوهای معنایی آن را سنجیده کار فرمایند. در تحصیل با برکت شاگردان کامیابی آرزومندم. سلامت باشید دوستان جوان من.